آغاز درگیری خودی طالبان در بلخاب سرانجام جنگجویان طالب با زیر دستان مولوی مهدی گلاویز شدند. تن راست در قرقازی جنگ یا رقم مرده و رنجر رو در شکش همون یا رقم کندن کردیم 82 را که مارش کردیم که در دو طرف داره اینا داخل کمی اول راه داده بودن پشت کو دوره کرده نو عبیب این از ادبخشی و کلان تماس داشت. خشم طبیعت و سرازیر شدن کمک‌های جهانی در افغانستان، کمک‌های داخلی و جهانی به پکتیکا و خوست رسید. تغییر اقلیم و قربانیان کودک در افغانستان، 12 کودک در اثر برفباری در کنر جان باختند و هشدار کشورهای اروپایی نسبت به کمبود گاز. با درود و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 10 از آماج نیوز خوش آمدید. طالبان که برای سرکوب نیروهای مولوی مهدی از 2 روز به این سو 3000 جنگجو به بلخاب فرستاده بودند، صبح امروز پنجشنبه 2 سرطان در ساحه آبی کلان بلخاب درگیر شدند. از سوی هم منابع در بلخاب به آماج میگویند که درگیری ها صبح امروز آغاز و چندین ساعت به گونه شدید میان جنگجویان طالب و نیروهای مردمی زیر امر مولوی مهدی در ساحات دزداندره، قمکتل و آب کلان ادامه داشت. این منابع می‌افزایند که طالبان در ساعات ابتدایی درگیری شکست خوردند و از وارد شدن تلفات بر جنگجویان طالب را تایید می‌کنند، اما از شمار کشته و زخمیان اطلاعی در دست نیست. منابع خاطر نشان می‌کنند که در این درگیری به نیروهای جبهه مردمی بلخاب آسیبی نرسیده است و طالبان در چندین ساحه عقب نشینی کردند. این در حالی است که طالبان برای سرکوب نیروهای مولوی مهدی از 2 روز به این سو 3000 نیرو به بلخاب فرستادند و فرماندهی جنگ در این ولسوالی را نیز ملا فاضل و قاری فصوح الدین بر عهده دارد. طالبان جنگجویان تا دندان مسلح مجهز با تانک‌های زیری از 4 سمت به نزدیکی این ولسوالی جابجا کرده بودند. این همه در حالی است که طالبان در دور حاکمیت قبلیشان نیز نتوانسته بودند این ولسوالی استراتژیک را به گونه کامل تصرف کنند و اکنون نیز این ولسوالی زیر اداره مولوی مهدی است. جنگ امروز ساعت 9 صبح از استقامت قمکتل آغاز شد. الحمدلله طالبا با شکست مفتضحانه عقب نشینی کردند. یک منطقه را در بین قریه آبی کلان و ولسوالی سنچارک به نام حدبخشی میگه. فعلا طالبا تا اونجا را عقب نشینی کرده. 2 تا رنجر به غنیمت گرفته شده. عرض کنم 3 تا مرده طالب در جا مانده با یک دشکه به غنیمت گرفته شده. اونطوری که گفته میشه به نقل از مردم آبی کلان 20 نفر کشته داشته، زخمی زیاد برگشته. طالبا شکست خورده. فعلا عرض کنم روحیشون از دست داده و مردمی همه پشت مولوی مهدی هست. مولوی مهدی مختاری و دیگه عرض کنم اینام با همکاری مولوی مهدی هست. از سمت یکاولنگ هم قماندان مرادی و قماندان عرض کنم حاجی طاهری اینام آقا جان جلوی طالبا را گرفته گفته شما اگه از اینجا جنگ آغاز کنین ما میزنیم، نمیذاریم شما سر بلخاب حمله. از پایین بلخاب از ولسوالی آخ کوپروگ و از دره یوسف هم مردمی صد طالبا شده. الحمدلله روحیه مردمی روحیه رزمندگان بسیار عالی است. ان شاء الله دعا کنید، توکل بر خدا. خبر خوش همی که از قمکتل یک رقم دواندن کردین آره که ادبخشی را اینا گرفتن راست در قرقازی جنگ یا رقم مرده و رنجر رو در شکش همون یا رقم کندن کردیم 82 را که مارش کردیم که در دو طرف داره اینا داخل کمی اول راه داده بودن پشت کو دوره کرده نو عبیب این از ادبخشی و کلان تماس داشت. زمین لرزه مرگبار در جنوب شرقی افغانستان، کمک‌های بشردوستانه ایران، قطر و پاکستان به افغانستان رسید. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان امروز پنجشنبه 2 سرطان گفته است که هواپیمای حامل محموله‌های کمکی از ایران به کابل رسیده است. در این حال آقای مجاهد همچنان از ارائه کمک‌های بشردوستانه قطر به قربانیان زمین لرزه در پکتیکا و خوست خبر داده است. او در توییت دیگری اعلام کرده است که پاکستان نیز 8 اراده موتر مملو از مواد غذایی و آسیب دیدگان زمین لرزه به پکتیکا فرستاده است. از سوی هم دولت ژاپن برای ارائه کمک‌های فوری به قربانیان زمین لرزه کشور اعلامی آمادگی کرده است.
سیجی کیهارا، معاون دبیرکل کابینه دولت ژاپن، در یک نشست مطبوعاتی امروز پنجشنبه گفته است که دولت قصد دارد با کمک مردم آسیب دیده در جنوب شرق افغانستان بشتابد. او گفته است دولت در حال هماهنگی اقدامات برای ارائه فوری حمایت‌های لازم و همچنین ارزیابی وضعیت برای درک نیازهای محلی است. طالبان نیز از مؤسسات بین المللی و مردم درخواست کمک کردند. قابل یادآوری است که در نتیجه زمین لرزه در پکتیکا و خوست بیش از 1000 نفر جانهایشان را از دست دادند و دست کم 2000 تن زخمی شدند. و گفته طالبان این آمار در حال افزایش است. خبرگزاری باختر به نقل از طالبان گزارش داده است که در اثر بارش سنگین برف در ولایت کنر 12 کودک جان باختند. در گزارشی آمده است که این کودکان از اهالی دره دیوگل ولسوالی سوکی کنر بودند. به نقل از باختر صدها رس از مواشی ساکنان این ولسوالی نیز از شدت سرما تلف شدند. در گزارشی آمده است که تیم‌های صحی برای کمک به آسیب دیدگان اعزام شدند. افغانستان در روزهای گذشته شاهد تلفات گسترده بشری و خسارات مالی هنگفت بر اثر حوادث طبیعی مثل زلزله، سیل و برفباری بوده است. گاز روسیه تا اکنون بالای 12 کشور اروپایی به شمول جرمنی کاهش یافته است. امری که باعث نگرانی تمام اروپا قبل از رسیدن زمستان شده است. از این 12 کشور 10 کشور تا اکنون هشدار مرحله اول در صرفه‌جویی گاز به شهروندانش خبر داده است. به گفته فرانس تایمز، رئیس امور اقلیمی در اتحادیه اروپا در میان این 12 کشور 10 کشور از اعلام هشدار اولیه به شهروندان خود در مورد مصرف گاز خبر دادند. این پایین‌ترین سطح هشدار و اعلام بحران است. دولت آلمان قرار است امروز پنجشنبه 2 سرطان در مورد تأمین گاز هشدار خطر را مطرح کند. اعلام چنین وضعیتی با پیامدهای محسوسی برای مصرف گاز خانه‌ها و شرکت‌ها توام خواهد بود. تمام کشورهای اروپایی به شمول آلمان که از طریق نورد استریم یک گاز اخذ می‌کردند به دلیل خرابی یک پمپ حالا مقدار کمی گاز اخذ می‌کنند. این در حالی است که مقام‌های اروپایی این استدلال را بی اساس می‌دانند و آن را ترفند مسکو برای اعمال فشار علیه اتحادیه اروپا و ایجاد شکاف در صفوف عضوهای آن به منظور کاهش تحریم‌ها علیه روسیه و عدم حمایت از اوکراین تلقی می‌کنند. با این حال در اجلاس جداگانه رهبران گروه 7 و سران کشورهای عضو ناتو که هفته آینده در آلمان و اسپانیا برگزار خواهد شد قرار است درباره فشارهای بیشتر بر روسیه در ارتباط با جنگ این کشور علیه اوکراین و نیز نگرانی‌ها در مورد رویکردهای تجاری و سیاسی چین مورد بحث و بررسی قرار گیرد.